اول سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون. خب ما تقریبا حدود 1 سال خورده میشه که در اردو هستیم و در اردوهای زیادی شرکت کردیم، ولی خب بازی‌های دوستانه سطح بالایی متاسفانه نداشتیم، ولی خب بازم خودمون تونستیم بازی‌های تدارک ببینیم. حالا چه در ایران چه در تورنمنت‌های بین‌المللی شرکت کردیم چند جا. خدا رو شکر روند خوبی داشتیم، روند پیشرفتی خیلی خوبی داشتیم. خیلی زحمت کشیدیم واسه این دور از مسابقات، واقعا خیلی زیاد زحمت کشیدیم واسه این دور از بازی‌ها. امیدوارم که بریم این همه تلاش که کردیم نتیجهشو بگیریم. واقعا خیلی سخت میشه رقابت با انگلیس و برزیل. خب انگلیس که خالق فوتبال هست، برزیل مهد فوتبال دنیا. چجوریه حالا ما میگیم مثلا نیوکالونیا رو ببریم که اونم بازی سختی هست؟ چجوری می‌بینید؟ خب بله، هیچ تیمی رو نمیشه دست کم گرفت. حالا این تیم‌ها هم درسته بالاخره خودتون میدونین چه شرایط خاص خودشونو دارن، ولی خب نمیشه حالا تیم‌ها رو اون اسمایی که دارن تو زمین بازی هم مثلا بخواد همونجوری مثلا آدم نگاه کرد. قطعا اونا بازیکنان خیلی بزرگی دارن، داخل بهترین آکادمی‌ها دارن پرورش میبینن، ولی خب ما هم دست کمی ازشون نداریم. حالا ما هم تلاش خیلی زیادی کردیم، امیدوارم که ما بتونیم جلوشون همونجوری که جلو بقیه تیم‌ها ژاپن، کره به پاشون خیلی خوب بازی کردیم، جلو اونم قطعا میتونیم خیلی آنالیز فیلمی هستن از حریفا بازیاشون رو دیدیم، آنالیز کردیم. کادر فنیمون بازیای انگلیس و برزیل رو دیدن و یه آشنایی داریم باهاشون، یعنی فیلماشون رو دیدیم و اینا. حالا دیگه ببینم کجا بازی میکنی الان دقیقاً؟ من الان حالا اگر میشه این سوال جواب ندم. حالا چه پستی بازی میکنی؟ من مهاجم. بله. خیلی ممنون.